در خونه با زبان زیبای تاجیکی یعنی ادبی صحبت میکنیم، زیرا این زبان مادری ما است. از کودکی پدر و مادر ما رو با همین زبان شیوای تاجیکی یعنی زبان شیوای تاجیکی تربیت میکنیم. زبان اساسی ما زبان مادری است. با زبان دیگه ما اصلا با زبان مادری لهجه محلی خود گپ میزنیم. من عموما در خانواده در کجا که نباشم در کنفرانس‌های علمی مثلا در تهران بودم، در افغانستان بودم، با زبان خاصی لهجه مسچایگی گپ میزنم و چند کتابی هم که تالیف کردیم به زبان تاجیکی و بسیار به کسلا هم مراجعت میکنیم به زبان تاجیکی، فهماندن آنها از استعمال داروشان. ما در خانه با زبان لهجوی صحبت میکنیم با سببی که از خوردی ما همین زبان رو آموختیم. شخصا برای من آسان نیست لهجوی استفاده بودن، چون که من نمیفهم بسیار کلمه‌های لهجوی رو من نمیفهم. ادبی استفاده برام بسیارتر میفهم. در خانه هم حرکت میکنم که زبان ادبی استفاده برام که چون که کودک‌ها یاد گیرن. در خانه با زبان روسی تاجیکی صحبت برای اون که ما تاجیک هستیم و در تاجیکستان زندگی میکنیم و در خانه هم با زبان مادری با زبان تاجیکی با فرزندان با خانواده گفتگو میکنیم، البته با زبان ادبی. زبان مادری ما زبان تاجیکی است، از سببی که ما در خانه با زبان ادبی تاجیکی سخن میکنیم. ما خانه برالаш صحبت با زبان تاجیکی و روسی ازبکی برای که وای ما اینترنціональна була. هم تاجیکش هست، هم ازبکش هست. خیلی روسش نیست. زبان عربی این زبانی است که همه پهلوی آن در جامعه در اثر عالمان اجانب عالمان آموخته شده است و تعلیق کرده است و تنها به زبان عربی سخن گفتن این بدیدم خیلی خوب است، چون که زبان ادبی را که آدم داند با تمام اهالی منطقه ها صحبت کرده میتونه.